گذاشتن واسطای نقلیات در کنار راه گروه از ساکنان محله سیخون پیشتر سرتاقه ناحیه باباجان غفروف را نگران کرده است. بنا به گفته ترسونبای صدیقов یک ساکنی 87 ساله این محله گذاشتن واسطه نقلیات در کنار راه باعث تنبشوی گشته برای گشت و گذار بی‌ملال آدمان به خصوص خوانندگان مؤسسات تعلیمی خلل میرساند و میگوید برای پیشگیری این حالت از نام استقامت کنندگان محله سیخون به مسئولین بازرسی دولتی اتومبیلی ولایت سوخت برای حل مشکلیشان مراجعه کردند. یا خلا اون تو میماند یا اون تو رفته پیشش میماند اتوبوس میرد اینجا تنگ دو طرف کوچه روز اتوبوس رفتن بعد اینجا رفته که موسم میسد اوسن سیوتوار راه میرد اسم میبیاد اینا همشه خودتون حل میکنن جانه نکه ما نمیتونیم همین اینجا سپارش میدید اینجا دوجین ها اینجا نمام میگه نمیماند چه یک دنگاب نکه ما باید ما پیشنهاد کرد تو پول دادیم میگه تو کارت سه میگه مثال در رئیس جان همین گیه همون جنگو کوچه دوجرا همین ماشینه نگیرme نمیره شکنند. در همین حال مسئولین بازرسی دولتی اتومبیلی در ولایت سوخت با گروه کاری برای برطرف کردن مشکل ساکنان به جماعت یاوی ناحیه باباجان غفروف سفربر شدند. معلوم گردید که اکثریت آنها برای روایی خوانندگان به مکتب خواطر میشوند زیرا گذاشتن واسطای نقلیات در کنار راه برای نورسان مانع ایجاد کرده هنگام از کوچه گذشتن آنها رخ دادن هر گونه حادثه‌های ناخوش امکان دارد. بنا به گفته استقامت کنندگان محله مذکور این حالت ها بیشتر در نزد автовокзали یاوه از درآمد گوی گلامیدان تا شهر بستان به چشم میرسد. مثلا من автовокзал همون کینوتئاتر وطن تا همین کروگا دو طرفنده ماشین ایستاده است. من مشاهده کنم خداتون بینتون ما دیدیم هر روز مثال دو روز به یا یک هفته رویم همون ماشین می ایستاد همون کوچه ها اسناش من اگربانیست تا 34 طرفای وای همین کوچه ها ما 10 سال ها میرسد کوچه نقلیات نمانند. هنگام بازدید گروه کاری بازرسی از گردش گلامیدان جماعتی یاوه معلوم گردید که اکثریت شهروندان نقلیات خود را در کنار راه گذاشته و کار خود آواره می شوند. در این فرصت نقلیات تا یک روز می تواند راه را تنگ سازد و به حرکت دیگر واسطای نقلیات خلل ایجاد کند. ناظران راه همه روزه برای برطرف نمودن تنبشوی نقلیات ها چاره‌جویی می کنند ولی نوابسته به این قاعده ویرانکنی رانندگان واسطای نقلیات جای دارد. ما از رانندگان آن واسطه‌های نقلیاتی که واسطه‌های نقلیات خود را در کنار راه‌ها می‌مانند و صاحبان مغازه‌ها و صاحبان آشخانه‌هایی که همه این مغازه‌های خود در نزد راه‌های اتومبیلگرد واقعاً احترامانه خواهش می‌کنیم که در وقت توقف نمودن واسطه‌های نقلیات را در میدانچه‌هایی که مخصوص گردانده شدن باز دارند و در راه‌های نقلیاتگر نمانند و دیگر اشتراکچیان حرکت راه مانع ایجاد نکنند. توقف نادرست واسطه‌های نقلیات، رعایت نکردن رانندگان به علامت‌های راه، ویران نمودن قاعده جای عوض‌کنی و بازایست نادرستی نقلیات در کنار راه، قاعده ویرانکنی‌هایی بود که از طرف مسئولین شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی دوام 2 ساعت برطرف کرده شد. هنگام نوارگیری گروه کاری ما معلوم گردید که چندی از رانندگان واسطه نقلیات به قاعده ویرانکنی خود نگاه نکرده باز با کارمندان بازرسی اتومبیلی بحث می‌کنند. خیلی که خودتون شاهد گشتید نوبسته از گذراندن پرزور نمودنی کارهای تشویقاتی و ترغیباتی باز رانندگان یافت میشوند که به طلبات‌های علامت‌های راه را صرف نظر نموده در جایهای منع کرده شده توقف می‌نمایند. واسطه‌های نقلیات را در آن جایهایی که منع کرده شده است نگاه می‌دارند. برای حرکت بی‌ممانعیت واسطه‌های نقلیات مانع صادر می‌کنند. از این جهت ضمن گذراندن چهارمینی مذکور نسبت چنین رانندگانی که به طلبات علامت‌های راه اطاعت نمی‌کنند در جایهای معین کرده نشده توقف نمودند. برای حرکت دیگر واسطه‌های نقلیات مانع صادر نمودند. پرونده‌های مأموری ترتیب داده شده نسبت آنها چاره‌جویی کرده می‌شود.
давоми наздик 2 соати рейди масъулини шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилии вилояти Суғд нисбати беш аз 20 нафар ронандагони воситаҳои нақлиёт ки ба қоидавайронкунӣ роҳ доданд маводи маъмурӣ тартиб дода шуд. Бозрасии давлатии автомобилӣ ронандагони воситаҳои нақлиётро огоҳ менамояд ки дар канори роҳ ва ҷойҳои манъгардида нақлиёти худро нагузоранд. Дар ҳолати риоя накардани қоидаҳои таваққуфи нақлиёт минбаъд чораҷӯии бозрасӣ дучанд гардида ронандагоне ки ба қоидавайронкунӣ роҳ доданд ҷаримабандӣ карда мешаванд. гузориши Фарзона Шамсиева, Муъминҷон Раҳматҷонов барои барномаи иттилоотии Хабар.